تاریخ دهم ذوالحجه روز عید. در دهم ذوالحجه که یوم النحر روز عید است، نماز صبح را در مزدلفه در تاریکی ادا کند. سپس در مزدلفه تا وقت برآمدن آفتاب وقوف واجبی را ادا نماید. اگر که یک لحظه هم باشد سپس به طرف مینا حرکت کند قبل از طلوع آفتاب و بهتر است که برای زدن جمرات سنگ‌های کوچک را از مزدلفه بگیرد. وقتی که به مینا رسید جمره عقبه را با 7 سنگ ریزه بزند و به هر پرتاب سنگ الله اکبر بگوید. بعد از آن حیوانی را ذبح کند و بعداً سر خود را تراشیده و یا موهای خود را کوتاه کند، اما تراشیدن بهتر است. وقتی که سر خود را تراشید و یا کوتاه کرد همه چیزها برای او حلال شد به استثنای همبستری با خانم خود. سپس در همان روز و یا فردای آن به مکه مکرمه برود و طواف زیارت را ادا نماید. طواف زیارت هم از جمله رکن حج است، یعنی 3 رکن داره که یکیش همین طواف زیارت است و یکیش وقوف و دیگهش احرام. طواف زیارت را در این روز انجام بده که این یک رکن مهم حج است و طواف زیارت را تأخیر کردن از روزهای عید مکروه تحریمی است. وقتی که از طواف زیارت فارغ شد هر چیزی برای او حلال شد، حتی هم بستری هم برای او حلال شد. سپس به سوی مینا برگردد و در آنجا شب را سپری کند.